سلام بچه‌ها، خیلی مخلصم. امیدوارم که روز خوبی داشته باشید. آقا امروز میخوام 2 تا حرکت بهتون آموزش بدم. بالا سینه دمبل دوبل و سوپرش اوورکراس که خیلی مفید هستش برای چگالی عضلاتتون، فرم سینه و خیلی 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 شکل‌دهی زیبایی به عضلات سینه‌تون میده. حتما این 2 تا رو باید سوپر بزنید که باعث بشه هم چگالی، هم تفکیک، هم بافت چاک سینه‌تون رو به صورت خیلی زیبایی در بیاره. امیدوارم که براتون مفید باشه. بریم که 2 تا حرکت رو بهتون آموزش بدم. یادتون نره لایک، سابسکرایب یادتون نره و حتما پیج منو معرفی کنید به دوستانتون. فراموش نکنید اگر منو فالو کنید بهم کامنت بدید، یه برنامه تخصصی رایگان بهتون میدم. امیدوارم که براتون مفید باشه. دوستتون دارم. بالا سینه دوبل. ببینید دستا همینجوری دمبلا رو میچسبونید به هم تا جایی که ممکنه به سمت بالا روی صورت قرار میگیره. دمبلا توی این زاویه صاف میاد پایین میره بالا. خیلی حرکت مفید برای بافت سینه و چگالی بالا بردن چگالی سینه است. راست. ببینید زانوها کمی خم میشه، سینه رو به جلو، بازم به سمت بالا قشنگ تو همین زاویه‌ای که میبینید آرنج یکم خم، قشنگ یه حالت شیب زیر سینه جمع میشه و میره بالا. نگاه کنید تو همین زاویه دقیقا. سعی کنید سر پایین نندازید، سر بالا تا جای ممکن دستا باز و بسته. خیلی حرکت مفید و تاثیرگذاری روی عضلات سینه و فرمدهی سینه هستش. امیدوارم که براتون مفید باشه. خب بچه ها، امیدوارم که این 2 حرکت براتون مفید باشه. اگر سوالی دارید داخل کامنت ازم سوال کنید. لطفا حمایت یادتون نره. خیلی مخلصم.